چند بار برایتان پیش آمده که حرفی برای گفتن داشته اید اما یا کسی وسط آن پریده یا با بی‌تفاوتی به موبایلش خیره شده. این حس نادیده گرفته شدن یکی از دردناکترین تجربه‌های اجتماعی است. مشکل از محتوای شما نیست. مشکل اینجاست که شما هنوز رمز و راز چگونگی کارکرد مغز انسان در مواجهه با ارتباط را کشف نکردید. معماری کلام، خلق اقتدار و اعتماد. چرا باید به شما باور داشته باشیم؟ بیش از هر چیز شنونده شما باید دلیلی برای اعتماد به شما پیدا کند. قدرت مکث به جای کلمات پرکننده. مغز استفاده از کلماتی مانند و خب را نشانه شک و عدم تسلط می‌داند. این کار ناخواسته اقتدار شما را تضعیف می‌کند. به جای پر کردن فضای سکوت با صدا، آگاهانه مکث کنید. سکوت به شنونده فرصت می‌دهد تا نکته قبلی شما را هضم کند و منتظر نکته بعدی باشد. این کار یک اقتدار آرام و قاطع ایجاد می‌کند. استفاده آگاهانه از شواهد. وقتی به جای به نظر من میگویید بر اساس مطالعات دانشگاه هاروارد، بلافاصله اعتبار کلام شما نزد شنونده بالا می‌رود. همیشه برای نکات کلیدی یک داده ساده، آمار کوچک یا نام یک مرجع معتبر، حتی اگر در حوزه تخصصی شما نیست، آماده داشته باشید. بیان ضعف برای کسب قدرت. آسیب‌پذیری حساب شده باعث ایجاد حس صداقت و نزدیکی می شود. اگر در ابتدای صحبت یک اشتباه یا چالش کوچک شخصی خود را صادقانه بیان کنید، سریعتر با مخاطب پیوند برقرار می کنید. تحریک احساسات. مردم اغلب چیزهایی را که احساس می کنند به خاطر می سپارند، نه چیزهایی را که می شنوند. احساسات موتور محرک توجه هستند. برای جلب توجه فوری باید احساسات اصلی انسان، ترس، امید، خشم یا شادی را هدف قرار دهید. هرگز صحبت خود را با یک مقدمه خشک شروع نکنید. با یک داستان کوچک و تکان دهنده، یک سوال بحث برانگیز یا یک وعده احساسی بزرگ شروع کنید. قانون تصاویر ذهنی. مغز ما به کلماتی که تصویر ایجاد می‌کنند بهتر پاسخ می‌دهد تا کلمات انتزاعی. تا جایی که می‌توانید از استعاره، تشبیه و مثال‌های عینی استفاده کنید. استفاده از تکرار سه‌گانه. مغز انسان الگوهای سه‌گانه را به طور طبیعی راحت‌تر به خاطر می‌سپارد و آنها را قاطع‌تر می‌بیند. نکات خود را در 3 بخش مجزا خلاصه کنید. مثال: راز موفقیت من در 3 چیز بود: نظم، تکرار و یک مربی خوب. اگر محتوای شما آشفته باشد، حتی با بهترین زبان بدن شنیده نمی‌شوید. ساختار شاهراه ورود اطلاعات به مغز است. قانون 60 ثانیه محتوا. میانگین توجه انسان در عصر دیجیتال به شدت پایین آمده است. اگر نکته اصلی یا هیجان انگیز را در 60 ثانیه اول بیان نکنید، مخاطب را از دست می‌دهید. هر بخش از صحبت شما باید یک نکته کلیدی داشته باشد که در همان ابتدای بخش معرفی شود. استفاده از نقشه را. مغز از سردرگمی متنفر است. با دادن یک نقشه را به شنونده اطمینان خاطر می‌دهید که می‌داند کجا هست و به کجا خواهد رفت. اصل اختصار و وضوح. انسان‌ها اطلاعات را در قطعه‌های کوچک بهتر پردازش می‌کنند. از جملات طولانی بپرهیزید. هر جمله باید فقط یک ایده را منتقل کند. از زبان روزمره استفاده کنید و از اصطلاحات تخصصی مگر در جمع‌های تخصصی دوری کنید. زبان بدن و لحن. کلام شما 7% از پیام را منتقل می‌کند. 93% باقی مانده در لحن و بدن شماست. این اصول سیگنال‌های ناخودآگاهی هستند که تعیین می‌کنند آیا شما در موقعیت قدرت هستید یا نه. افراد در موقعیت‌های قدرت فضاهای فیزیکی بزرگتری را اشغال می‌کنند. هنگام صحبت صاف بایستید، شانه‌ها را عقب دهید و دست‌هایتان را باز و در معرض دید قرار دهید. پنهان کردن دستها سیگنال ترس است. این کار به صورت ناخودآگاه احترام و توجه را جلب می‌کند. حرکات دست به صورت غریزی با مرکز گفتار در مغز در ارتباط است. از ژست‌های بازو و هدفمند استفاده کنید. هرگز بیش از حد حرکت نکنید. حرکات باید برای تاکید بر نکات کلیدی باشد. تماس چشمی 3 ثانیه‌ای. پرهیز از تماس چشمی نشانه عدم صداقت یا ضعف است. در یک جمع بزرگ حین صحبت به طور مساوی به 3 یا 4 نفر مختلف برای حدود 3 ثانیه نگاه کنید. این کار به هر فرد حس شخصی بودن صحبت را می‌دهد
و آنها را درگیر نگه می‌دارد. کسانی که سریع صحبت می‌کنند مضطرب به نظر می‌رسند. هنگام بیان نکات کلیدی، سرعت کلام خود را عمدن کمتر کنید و بین کلمات مکث ایجاد کنید. این کار به کلمات شما وزن می‌دهد و توجه را متمرکز می‌کند. شنیده شدن بیشتر از آن که به خوب صحبت کردن شما ربط داشته باشد، به توانایی شما در درگیر کردن شنونده مربوط است. مردم دوست دارند مورد تایید قرار بگیرند. شروع یک گفتگو با تایید یک نکته کوچک دروازه ورود به ذهن شنونده است. به جای شروع مستقیم حرفتان، با جمله کوتاه و مثبت شروع کنید. این کار به جمع حس همسویی می‌دهد و آنها را برای شنیدن حرف شما آماده می‌کند. بهترین راه برای ایجاد سکوت و توجه کامل در یک جمع شلوغ، طرح یک سوال عمیق است. هنگامی که جمع شلوغ است، با صدای قاطع بگویید: 1 دقیقه صبر کنید. می‌خواهم یک سوال بسیار مهم بپرسم. سپس سوال را مطرح کرده و سکوت کنید. این سکوت فشار روانی ایجاد می‌کند که جمع را مجبور به سکوت و فکر کردن می‌کند. رهبران واقعی قبل از صحبت گوش می‌دهند. شما باید ثابت کنید که فهمیده اید تا شنیده شوید. پایان صحبت به اندازه شروع آن مهم است. نباید اجازه دهید کلامتان در هوا رها شود. مغز ما لحظه اوج و لحظه آخر را بهتر به خاطر می‌سپارد. نکات کلیدی خود را در انتها به صورت یک فراخوان عمل، یک شعار قاطع یا یک پیشبینی هیجان انگیز خلاصه کنید. استفاده از عبارت در آخر، این عبارت به صورت ناخودآگاه به شنونده سیگنال می‌دهد که حواس پرتی ممنوع. نکته نهایی در راه است. این کار توجه را مجدداً متمرکز می‌کند. اینها فقط تکنیک نیستند، بلکه بازسازی سیمکشی‌های مغزی شما برای اقتدار هستند. اگر آماده اید که شنیده شوید و اقتدار کلامی خود را بسازید، همین الان این ویدیو را لایک کنید و در کامنت ها بنویسید: من صدای اقتدار هستم.